تشدید اختلافات در دنیای اسلام ممنوع است. ما با رفتارهایی که بعضی از گروه‌های شیعه انجام میدهند که موجب اختلاف میشه مخالفیم. ما صریحاً گفتیم با اهانت به مقدسات اهل سنت مخالفیم. یه عده‌ای از این طرف، یه عده‌ای از اون طرف بر آتش دشمنی ها می افزایند و اونها رو تشدید میکنن. خیلی هاشون هم نیتاشون نیتای خوبی است، لیکن بصیرت نداره. بصیرت لازم است. باید دید دشمن نقشش چیست. نقشه دشمن در درجه اول ایجاد اختلاف است. نقشه دوم دشمن نفوذه. میخوان در کشورهای اسلامی و در کشورهای این منطقه یک نفوذی به وجود بیاورند که تا 10 سال ادامه داشته باشه.